چرا ترک سیگار اغلب با شکست مواجه میشه؟ این موضوع نه تنها به این دلیل هست که توتون و تنباکو حاوی مواد بسیار اعتیاد آور هستند، بلکه به این دلیله که تصمیم به ترک سیگار همون مسیرهای ذهنی و شبکه‌ای از مغز رو فعال میکنه که ولع مصرف سیگار فعال میکنه. توی تصویربرداری‌های مغز نشون داده شده که در هر دو مورد، یعنی اشتیاق به ترک و اشتیاق برای مصرف، مناطق مشابهی از مغز فعال میشن. تلاش برای سرکوب رفتاری نامطلوب مثل ترک سیگار تا زمانی خوب عمل میکنه که به اون توجه داشته باشیم و فعالانه سعی در سرکوبش داشته باشیم. ولی به محض اینکه حواسمون پرت بشه یا توجهمون از روی اون برداشته بشه، مثل وقتی که خسته ایم یا وقتی که تحت استرس هستیم، مشکل شروع میشه و دقیقاً همون کار رو انجام میدیم که نمیخواستیم انجام بدیم، چون اون کار توی ذهنمون بسیار فعال، در دسترس و آماده عمله. همین موضوع در مورد ترک سایر رفتارهای نامطلوب هم صدق میکنه. میخوام افسرده نباشم، تنبلی نکنم، اضطراب نداشته باشم. به جای تمرکز روی این گونه اهداف سلبی، یعنی اینکه میخواهم چه کاری رو نکنم، باید یک هدف ایجابی توی ذهن ترسیم بکنیم، یعنی میخواهم چه کاری انجام بدهم.